سلام میکنم به همه شما دوستان علم. به کانال کاوش حقایق خوش اومدین. آیا میدونستین که صنعت فولادسازی خیلی شبیه به کیمیاگری هستش؟ دو عامل استحکام بالا و قیمت نسبتاً مناسب باعث شده که از فولاد در ساخت چاقو، ماشین و کشتی غول‌پیکر استفاده کنند. طبق یک تعریف علمی فولاد آلیاژی از آهن هستش که از 2000 تا 2.1% جرمی کربن داره. خواص فولادها به کمک تغییر در درصد کربن، عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی قابل تغییره. یعنی با تغییر هر کدوم از اونها خواص آلیاژی جدید به دست اومده با آلیاژ قبلی کاملا متفاوته. که از این لحاظ خیلی شبیه کیمیاگریه. مثلا با تغییر در عملیات حرارتی به آلیاژی برسیم که پارامغناطیسیه و توسط هواء جذب نمیشه. افزایش کربن موجود در فولاد استحکام اون رو زیاد میکنه ولی قابلیت جوشکاری رو کم میکنه. علاوه بر کربن عناصر دیگه هم به فولاد اضافه میشن مثل نیکل، فسفر، کوبالت، کروم که باعث بالا رفتن چخلمگی، مقاومت به خوردگی، مقاومت به خزش و قابلیت ماشینکاری میشن. جالبه بدونید که سالانه حدود 2000 میلیون تن فولاد در جهان تولید میشه. جالب تر این که 51% کل فولاد در چین تولید میشه. ایران نیز با تولید 31 میلیون تن در جایگاه دهم قرار داره. اولین کارخونه تولید فولاد ایران قرار بود در سال 1310 توسط آلمانی‌ها ساخته بشه که متاسفانه با شروع جنگ جهانی دوم ملغا شد. بعد از اون شرکت ملی ذوب‌آهن ایران سال 1344 در طی قراردادی با شوروی سابق در اصفهان تأسیس شد که تا به امروز مشغول به فعالیته. ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین.